اگر یک بانکروتی کلان نشوی کو تو بیزنسمنی بزرگ نمیشی. همین هر وقتی ما میدونیم که این بیزنسمنو پیش از یک موفق شدنش یا با حیاتشون یک چیزی وازبین اومدگی، یک مینوسوی کلان فرمودگی، یک کیدتوی کلان شدگی، حساب همین با یا بیزنسمنی کلان شدگی. و همین چیزی که از من گفتم بسیار آدم همین چیز باور میکنن. در اصل اینکه نیست. در اصل بیزنسمن‌های هست که یگان با بانکروت نشدگی، در اصل بیزنسمن‌های هست که یگان با مینوسی کلان نبرونده یک بیزنسمنی بزرگ شده رفتگی. ما با همه خیلی نشون میدن که برای بیزنسمن شدن تو باید یک بانکروت کلان شوی، یک عذاب سخت کشی، یک سلامتی کسل شود بعد بیزنسمن میشی. در اصل اینکه نه. در اصل شما میتونید که دانشتون زیاد کنید، تجربهتون بسیار گرفته هست، شما بیزنسمنی بزرگ شده میتونید. ما با همه خیلی کرده که عذاب کشیدن مود کردی. اوزر ما با فخر میکنم که من عذاب کشیدم گفته کیف میکنم. علمین فکری از همه ضرر امین حرکت کنیتون که از همین فکراتون آزاد شویتون. این ویدیوی همون آدمایی که من عذاب کشیدم من بیزنسم فقط عذاب نفتگاه برام کنید.